السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای احلالی عزیز، قشنگ بود، زیبا بود، ولی دوست دارم اون میبینم نظرات آقای شیخ عبدالحمید عالی که مرد دانشمند و فرهیخته ایه و یعنی رفتارش و گفتارش و برنامه‌اش بر میزان شرعه، بر میزان سیاست نیست. نامه دقیقا برام بفرستید. اون چیزی که مشخص بود، همون کلمه جناب 100% مشخص میکند که کار اطلاعات است. و الان اونا چون کارشون اختلاف است، اختلاف بینداز و حکومت کن، هدفشون اینه. وگرنه اونا که دل خوشی از سلفی ندارند، ولی وجود سلفی برای شعله‌ور کردن اختلاف در میان اهل سنت دوست دارند. ما سلفی دو گونه سلفی داریم. یک سلف صالح داریم که منهج تمام اهل سنت است و تمام گرایش های مختلفی که وجود دارد. امامان چهارگانه شامل می شود: امامان حدیث، امامان تفسیر، امامان فقه و حتی اشاعره و ماتوریدیه اهل سنت هستند به معنی دیگری، به معنی بزرگتر و اختلاف نظر. این حرف به معنی بزرگتر این حرف شیخ الاسلام ابن تیمیه میزنه، اگرچه مرجعین قبول ندارن. هایی که در آنجا وجود دارد یک اختلاف جزئی و علمی است، یعنی اون اختلاف هیچ ربطی به عامه اهل سنت ندارد، یعنی یک اختلاف علمی است در میان علما، هیچ سبب نمی شود که اونها را از دایره اهل سنت خارج کند. و پیروی از سلف صالح منهج تمام اهل سنت است، با تمام مذاهب و با تمام. ولذا بنده همیشه گفتم در برنامه ها سلفیت دقیقا همون معنای اهل سنت و جماعته، لیکن به خاطر غربت این لفظ و تبلیغات سیاسی که استعمار کرده، این لفظ یه خورده تحریف شده و حتی در میان خود اهل سنت حساسیت روش ایجاد شده و این دلیل ناآگاهی است. یعنی مذاهب چهارگانه و غیر از آنان و با تمام فقها و مفسرین و محدثین. در نتیجه مطلبی که در اینجا وجود دارد که آقای جوانمردی که خداوند متعال توفیقش بدهد در راهی که در پیش گرفته و امیدوار هستم هرچی خداوند بهش ایمان و اسلام نصیب کند، ایمان و اسلام بیشتر و بیشتر خداوند متعال او را توفیق دهد که در جاهایی که به خطا رفته خداوند متعال هدایتش کند، ما هم هدایت کند و اونم لا هدایت کند. همون دعایی که شما کردی خداوند متعال حق را آنگونه که هست به ما نشان دهد و توفیق پیروی از حق را به ما بدهد و خداوند متعال باطل را آنگونه که هست به ما نشان دهد و توفیق پرهیز از آن را به ما عطا نماید. و همین امر برای خودم و برای شما و برای کاغ علی جوانمردی و برای همه در از خداوند متعال خواهانم. تنها چیزی که در اینجا وجود دارد نکته خیلی مهم است، یعنی کاغ علی جوانمردی سعی کند که من بدون استثناء تمام مطالبش را گوش میکنم و بلکه هر روز منتظر بحث جدید ایشون هستم و همه چیزهایش را دنبال میکنم. بله، امروز متاسفانه سلفی، یعنی یک سلفی حزبی وجود دارد در دنیا تحت هر کدوم از این نامها، حالا چه مدخلی باشد، چه خوارج باشد، چه تکفیری باشد، به اسم سلفی اینها وجود دارند. سلفی حزبی هستند، ولی متاسفانه در تمام دنیا اینها ابزار دست قدرت ها هستند. حالا خودشون تا حدی که قیام بر علیه امریکا رو که جایز نمیدونستند، حتی بعضیشون میگفتن همکاری کنید خواسته یا نخواسته، و در نتیجه امریکا با جهاد اهل سنت از ناچار شد که از عراق بره بیرون. اما شیعه طبق معمول خودش، دولت‌های شیعه بازی سیاسی میکنند و مردم فریبی میکنند. اگر امریکا نمی بود شیعه ها به قدرت نمیرسیدن. بله، آگاهانه یا بدون آگاهی خود بالاخره ابزاری هستند در دست قدرت‌های کنونی
قدرت‌های امروزی از این ابزار استفاده می‌کنند برای مصالح خود و رسیدن به قدرت ها از هر نیرویی که در جامعه هست سوء استفاده میکنن. بله. ولی همین نیرو مثلا در سوریه اسمش تصوفه، در لبنان اسمش احباشه، مثلا در صفای سنی یا حزب شیطانه، و در هر کشوری. یعنی این بازی ها از قدیم بوده و همچنان خواهد بود. جنگ حق و باطل ادامه داره. اهداف خبیث خود. در نتیجه ایران هم همین کارو میکند. تمام این گروه ها را در خود جایی میدهد و از آنها حمایت میکند و آنها را نگهداری میکند و در وقت و یک مسجد همشون نمیدهد. ضعیف النفس ها را میخرد، مزدورها را میخرد، از نیازشون سوء استفاده میکنه و بعد هم مثل لقمه میندازشون بیرون، مثل آدامس. و مزدور همیشه اینطوریه، هر جا که باشه خود با وقتی خود از آنها سوء استفاده می کند و این شکی در آن نیست. اما سلفی به معنی شرعی این دیگه هیچ شکی در آن نیست. تمام اهل سنت سلفی هستند، پیرو سلف صالح، پیرو مثل این که بگوییم رهبر سلف صالح پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و اصحاب رسول الله هستند. در نتیجه پیروی نمودن از سنت پیامبر و راه و روش صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم، این میشه کسی که این را پیروی از این کند این سلفی می شود. حالا هر کسی که باشد، ممکنه کسی در راهش اشتباهاتی وجود داشته باشد و شکی در آن نیست. هیچ کسی نیست که بگوید آنچه که من گفتم 100% حق است و درست است. ائمه اجتهاد فرموده اند قولی صواب يحتمل الخطأ و قول غیری خطأ يحتمل الصواب. مقصودت قول اینجا رأی اجتهاده، یعنی قول من، اجتهاد من صحیح است اما احتمال خطا هم دارد. اما اجتهاد یعنی که معصوم نیست، قول هیچ کسی معصوم نیست. چه سخن عظیمه این سخن، و حضرت شیعه آمده معصوم تراشی کرده بلکه بزرگترین استبداد تاریخ را بندازه. مولای شیعه، مولای مده تشیع. طرف مقابلم میگه خطاست اما احتمال صواب هم دارد، احتمال اینکه درست باشد دارد. در نتیجه این گونه ما باید به اختلافات علما نگاه کنیم. حالا چه اختلافات مذهبی باشد در حد مسائل فقهی، مذهبی یعنی فقهی، چه اختلافاتی باشد در مسائل عقیده، یعنی حتی مذاهب عقیدتی هم ما داریم. مثلا مدرسه اهل حدیث، مدرسه اهل مدرسه اهل حدیث داریم، مدرسه متکلمین داریم. مدرسه متکلمین که مثلا مثل اشاعره و ماتوریدی، این هم مدرسه هستند که به صورت علمی به مسائل ایمان و اسماء و صفات پرداختند. حالا در اینجا که ما نگاه کنیم میگیم آقا این راه اونها ما نمیپسندیم، نه معنی اینا از راه و روش اهل سنت خارج هستند و یا تکفیر شوند و یا به ابتداع نسبت داده شوند. نه، همه اهل سنت هستند و اون روش را گرفتند. ما مثلا میگیم روش اهل حدیث بهتر است و مناسب تر است و سالم تر است. در نتیجه ما آرزوی خیر میکنیم برای تمام مسلمانان با تمام مذاهبشون. مذاهب اربعه همه برادران ما هستند و مذاهب عقیدتی، چه مذاهب اهل حدیث چه مذهب متکلمین، همشون اهل سنت هستند و برادران ما هستند. بله، خدا خیرتون بدهد.